بزرگمیر خبر داد که ادوکات شناخته بزرگمیر یوروف که در محبس نو واقع در کنار شهر وحدت 28 سال حکم زندانش را ادا می کند، روز 15 نوامبر سال 2022 در عرفه روز پرزیدنت با ماموران این محبوس درباره نقش و مقام پرزیدنت وارد بحث شده. به این دلیل بار دیگر به مدت 15 روز در اتاق جریموی یا شزا جایگیر کرده شد. سبب مجازات سر وقت و درست بیان نکردن احترام به امام علی رحمان به عنوان رئیس جمهور و رهبر کشور بوده است. مقامات زندانها با بزرگمیر یوروف درباره نقش امام علی رحمان در جامعه و پیشرفت کشور بحث می شوند و انتقاد او به مسئولین پسند نمی آید. گفته‌های بزرگمیر یوروف را دو زندانی دیگر نیز دستگیری می کنند که در نتیجه هر سه را روانه اتاق جریموی کردند. خبر داد بنیاد بزرگمیر، مقامات محبس نو وحدت و اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان این خبر را تا حال شرح ندادند. این سازمان حامی حقوق انسان که از جانب جمشید یوروف برادر بزرگمیر یوروف تأسیس یافته است، یادآور شده است که تازه در پایان ماه سپتامبر سال 2022 نیز کارمندان زندان نو شهر وحدت بزرگمیر یوروف را قصداً در کتابخانه محکم کرده برای شرکت نکردن در حاضر و غایب یا پریکلیچکا برای 10 روز به اتاق جریموی انداخته بودند. بزرگمیر یوروف 28 سپتامبر سال 2015 در پی به دوش گرفتن رهبران حبس شده حزب نهضت اسلامی و تأسیس کمیته دفاع از زندانیان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت و با جرم قلابی، افراطگرایی، تحقیر پرزیدنت و تحقیر نمایندگان دولت در عموم به 28 سال زندان محکوم شد. یک دلیل اساسی افراطگرایی این وکیل مدافع نیز بحثش با مقامات حفظ حقوق بود که یوروف به آنها گفته است که طبق قانون ادوکات از پرزیدنت بالاتر می ایستد. مقامات این را همچون تحقیر پرزیدنت و افراطگرایی معنی داد کردند. سازمان‌های عمومی حقوق بشر از جمله هومن رایتس واچ، عفو بین المللی و کمیته هلسینکی نروژ نیز بزرگمیر یوروف را محبوس سیاسی عنوان می‌کنند و چندین بار از حکومت تاجیکستان رهایی به قید و شرط او و دیگر وکیلان مدافع زندانی را طلب کردند. اما مقامات تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در زندان‌های این کشور را رد می‌کنند و می‌گویند افراد چون بزرگمیر یوروف، شورت قدرتوف، نورالدین محکموف و زید سیدوف که حامیان حقوق آنها را محبوسان سیاسی مینامند در اصل با جرم‌های دیگر از جمله برای قلابی محکوم شد.